بعضی ها فکر میکنن که صدقه کردن یعنی فقط باید به پول بشود. نه برادر عزیز، تبسم در روی اخیت، در روی برادرت صدقه است. حتی پیامبر خدا درود و صلوات بر او فرمودند همخوابگی با همسر خود ایرم صدقه است. جای تعجب است نه؟ انمی خیل صحابه هم تعجب ماندند، گفتن ای رسول خدا، آیا یک نفر با زن خودش همخوابگی کنه صدقه است؟ یعنی این کاری هست که هم مرد و هم زن از این کار لذت میبرند. کجای این صدقه است؟ پیامبر خدا گفتن اگر دیدی که همین کار در کار حرام استفاده بود چقدر گناه میگیره و انمو قدر دیگه با همسر خودش همخوابگی کنه امو قدر ثواب میگیره. حتی سخن خوب صدقه است. خوراک دادن به پرنده ها صدقه است. صدقه حتی با چند دانه شیرمار هم میشود. خداحافظ.